سلام علیک کاکا جان. بخشش نمیخوام شما را برنجانم. یک میدونی که در دست هزار نمود میکروبی که توسط سلام کردن میگذرد. ممکن نیست با دست سلام کردن شنیده بودید همیرا. بخشش ممکن نیست با دست سلام کردن همیرا دایاتون بگیرید کاکا جان. بخشش یک مینوت. میدونید که سلام کردن در همه شب و روز طبق توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی ممکن نیست. بخشش معذرت نمیخوام شما را برنجانم. من ملاشم که با دست سلام کردن ممکن نیست. باید فونتان تکیه جدیو تکیه کرد. نمیخوام برنجانم دوستم التماس ممکن نیست با دست سلام کردن. یک سال میگم تون بعد سلام میکنیم. هزار نمود میکروبی که توسط سلام کردن میگذره. مخصوصا در همین وضعیت که پنجشنبه بیماری سرایتی زیاده و همچنین کرونا ویروس های سازمان جهانی تندرستی توصیه میده که با دست سلام نکنیم. بهتره که همین را رعایت کنیم و همچنین دیستانس را در حدود 1 متر نگه بداریم. چی احساس کردی؟ 100% باید آدم اول چی شود؟ عادت کنه. چی خیلی عادت کنم مقصد؟ این نوازی نو برآمدگی است میگم دیستانس خطی که از موجود نو که دیستانس خطی عادت کردیم. تو کجا رعایت میکنیم همین چیزا؟ اگر رعایت میکنیم چه خیلی به نظام نه که مقصد خودت برآمدی خیلی سلام کردی دیگه فکر آدم را دیگه سلام میکنه. تشکر زیاد رحمت. شما از خودتان چطور حس کردین قطعا سلام نکردم؟ نه سوزم از 100%. چقدر خطا حس کردی وقتی قطعی دست را سلام نکردم؟ نه معقول نشد. معقول نشد برای چی؟ برای اینکه آمد دلبوج سلام نکنم. قهر غضب. چی برای چی قهرتون کرد؟ شب دست درست میکنی دست نمیگیره سلام تعلیم نمیگیره. نشنیده بودید که مثلا باید با دست سلام نکنید؟ فهمیده بودم ما که او قلب گفتی که تو رعایت نمیکنن و زیرش ده. شما خودتون رعایت میکنین؟ نه آخه هم مقصد برای چی رعایت نمیکنین؟ برای چی رعایت نمیکنیم امیرا؟ سلام علیک کاکا. بخشش ممکن نیست با دست سلام کردن همیرا دایاتون بگیرید کاکا جان. یکی گفتم ویروسی نوی که پیدا شده با دست سلام میکنی همین خط میگذره. چخیر؟ با نفس میگذره. کی گفتم گپا؟ نه با دست سلام. کی گفتم گپا؟ این سلام میشه اون گفت دروغه. گپا یعنی نگذره. خیلی شما میشه. سلام علیکم بگو. خیلی شما میشه. من نمیشم. اگه میدونی که من شوتاگیم. کلا که خیلی داغ سلام علیکم بگو. دست تای نکه. سلام علیکم بگو دست تای نته. دست تای نکه. دام احمق نکه. چی کردی تقریبا میکنی تو؟ ما فونتان تکیه جدیو تکیه کرد. ما پشت باید کسی دیگه هم دیده باشه اون پشت کردن نگفتن که دست دراز نکرده کی روز سلام نرفت. معذرت. شما میدونید که طبق توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی وزارت تندرستی با دست سلام کردن برای یک مدت موقت توصیه داده نمی‌شود. نه نمیدونم. نشنیده بودید؟ مخصوصا در همین وضعیت که پنجشنبه ویروس به نظر میرسد همین ویروس طریق سلام کردن میگذرد، طریق فاصله را نگه نداشتن میگذرد. از این پس رعایت میکنید؟ چی احساس داشته از این سلام شما جواب ندید؟ به حد میندور شدم شما این مسئله بود. با یادتون آمد؟ بله. بجای همین دست با دست سلام کردن چیکار کردن ممکنه مثلا که همین احترام رعایت شود لیکن ویروس پهن نشود. سلام علیکم. سلام علیکم. همین دست پیشی برن بهترین رسم توجیه کن. من باید خیلی سلام میکنم. چی احساس آفرین.